سلام. چقدر اولش بد بود. چی؟ بذار سلام نه بذار اینا باشه. اوکی. سلام. سلام به اولین قسمت از پادکست موزه گندیده که قرار بود موزهای دوتا موزه موزهای غمدیده بابا گمدیده داره. آره گند. این بیغه چیه؟ یکی تا بزنیم این صدای گوشی اون خیلی از اون دوره که دیگه الان مکالمه‌شون هم میشنویم. به اولین قسمت پادکست موزهای گندیده که قرار بود موزهای گندیده درست که قرار بود دومین قسمت باشه ولی اولین قسمت خوشونه. شاید هم شد اونو بعدنا یهویی چیزش کنیم. آره اصلا کلا دارم فکر میکنم خیلی دارم کمالگرایانه نسبت به اون برخورد میکنم. بچه‌م خیلی صدام گرفته، اون موقعم سرما خورده بودم. بعدش هم به نظرم بد نیست، چیزای خوب توش زیاد میگی. یعنی خب بذار اول اینو بگو که در مورد چیه. قبل اپیزود ناقص اپیزود 0 درباره شروع ناقص بود و ناقص بود. آره واقعا هم ناقصه، یعنی آخراش انقدر دیگه داشتیم چرت و پرت میگفتیم پراکنده صحبت که کلا تو حذفش کرد. اینطوریه که من نمیدونم یه جمله خیلی رندوم میگم بعد پادکست همونجا تموم میشه. نه اون به خاطر این بود که من داشتم فحاشی میگم بعد از حرف تو، برای همین نشد حرف تو رو کامل بذارم. یه سری حرفا اصلا توش زدم کلا نصف نیمه است، چون اون قسمتش که دارم کاملش رو میگم یا داریم فوش میدیم یا کلا اصلا حرف گفته نشده. به خاطر حافظه خیلی ضعیفی که دارم. ولی خب آره یه جاشم میگم که خب شروع ناقص، بعد میگی که ول کن شروع ناقص و موضوع ول کن. آره نه اونجا اینجوری بودم که نه اصلا میتونیم راجع به هر چیزی نه اون موقع یه موضوع خیلی باحالی به ذهنم رسیده بود، نمیدونم داشتم اصلا به ذهنم نرسید، داشتم راجع به صحبت می‌کردم تو گفتی نه واسه برگردیم به موضوع، گفتم بیخیال سخت نگیر. همون موقع بود که خانم برگر رو داد بهم. همون موقع تو فوش دادی. نه اصلا فوش ندادم، یه چیزی بعد داشتی خوابتو تعریف کردی. خوابت هم سانسوری بود. کدوم خواب؟ چی بود خواب؟ خواب راجب نه نگو بعد بهت میگم. اون برگر راجب چی بود؟ کدوم برگر؟ برگر که خانم داد بهم. اوکی آره بعد تو داری یه چیز راجع به جهیزیه، بعد همونجا کات دادم چون شروع کردی گفتی راجع به چیه بعد چرت و پرت گفتم. آره خب چی بگیم؟ خب امروز کلا داشتم راجع به این فکر کردم که لباسی که پوشیدم خیلی گرمه و الان دارم سردم. منم هیچ چیزی رو نپوشیدم چون گفتم نه بابا امروز آره منم چون جدیدا هوا خوب تازه می‌خواستم مثلا کلا پیرهن بپوشم، مثلا هیچ چیز زمستونی نپوشم، بگم آقا من فن بهارم، ولی یعنی تصمیم عاقلانه گرفتم و بعد یاد بشین نمایشگاه هم بریم کنجکاو شدم راجبش. بلیت هم داشته باشیم، دعوت داشته باشیم میگیرم بعد. البته اگر خیلی طول کشید دیگه داشت شب میشد و حوصله‌ام نشد و دوست دارم بازم راه بریم کلا نمیریم. من خودم نمایشگاه نباشیم بیخیال. آره اصلا امروز خیلی امروز کتاب چیزم آوردم، فروغ فرخزادم آوردم، بعد دفتر آوردم، گفتم شاید بخوام یه چیزی بکشیم، ولی انقدر اونجا جوش عجیب بود. خیلی قهوه خونه‌ای بود. نه آره خب اون تا فقط قدیم نداشت. دقیقاً آدم‌ها اینجوری بودن که قدیم نداریم ولی قدیمیم. آره خب راجبش صحبت کن. راجب چی؟ هر چیزی دیگه، خیلی بدون موضوع هم نریم اینجا. خب یه موضوع بگو. الان دارم به یه چیز چرت فکر میکنم. فکر نکن.
چرت نیست، همون چیزی که کله امروز داشتم راجعش حرف می‌زدم. حاجی نذار منم به چیزی که کله الان داشتم راجعش فکر می‌کردم فکر کنم حرف بزنم. تقصیر من شد، ببخش. نه تقصیر تو نشد، تقصیر چاوشی شد. چاوشی؟ آره آفرین. با لفظ نه حالتی که آهنگ ذره بین داره و آهنگای شبیهش. آهنگ ذره بین خیلی وقت گوشش ندادم. خب راجع به این حرف بزن که من چند روز میخواد 18 سالم شه. چند روز که نه، چند روز الان بهت میگم چند روز. 29 روز با 23 روز میشه چند روز؟ صبر کن الان بهت میگم. گذاشتم صفحه اصلی گوشی متوجه میشم. اگر الان چیز نشه 52 روز دیگه. حاجی هست تو. نه درست. داداش با 40 این ما 40 روز بود اون چیزی که من حساب کردم. آره 52 روز. مبارکت باشه ان شاءالله که چرخش برات بچرخه 18 سالگی. برای ما که هنوز نیفتاده رو چرخیدن. بعضی وقتا احساس کنم خیلی بچه‌ام، بعضی موقع احساس کنم دارم علی که خودمو بزرگ نشون میدم. با من عروسکام آوردم بیرون. چی میگین؟ شب تو بغلم بود کل شب. اسمش چیه؟ آبی. اسمش آبیه؟ آره چون پیرنش و شلوارش هم آبیه. چه عجیب. من میگه راننده فرق بهت میاد. عالیه. چی گفت؟ چیز من عروسک مورد علاقه اسمش عسل بود، نمیدونم چرا اسمش عسل. ها یادمه چرا. یه رفیقی داشتم بچه که بودم اسمش عسل بود، بعد خیلی دوستش داشتم، این در حدی که میپرستیدمش، انقدر دوستش داشتم. بعد دیگه به واسطه اون اسم عروسکم گذاشته بودم عسل که همیشه پیشم باشه. بعد میدونی شوهر عسل نقشش کی اجرا میکرد؟ حاجی بذار بگم واسه یه دقیقه. شوهر عسل من یه عمو موقع که دانشجو بود، یکی از عموهای وسط، بعد دانشجو بود کلا خونه ما میمون. بعد این یه عروسک واسه من گرفته بود، یه خرس بود شبیه تدی مستر بین بود. بعد من اسمش هم تدی بود، کلا بهش گفتم تد. بعد این نقش شوهرش رو اجرا میکرد. بعد آبجیم چه خنده‌ای. بعد ما تای کلاس بعد با آبجیم براش کت شلوار دوخته بودیم، مراسم عروسی گرفتیم، خیلی باحال. گفتی عسل. خب آبی و یه مدت اسمش شدم سورن، چون یه سورن یه رومانی میخوندم. بعد شخصیت مردش اسمش سورن بود، دختر اسمش عسل بود. بعد اسم یکی دیگه از عروسکا گذاشتم عسل که عسل شخصیت مرده اسمش سورن بود، بعد تو اسم آبی گذاشتی سورن؟ آره. دختر مگه نیست آبی؟ نه آبی پسره. پسرمه. تازه موهاش هم چیدم یه کمی کچل. داستی سکه‌ای. آره. اصلا فکرشو نمی‌کردم. چشم آبیه. جدا؟ آره اصلا من نرفت. بابا به باباش رفت. باباشو پیدا کنه. بابای چشم آبی زود خودشو معرفی کنه. وای خدا شکر آقا رفت. خیلی معذب بودم. هر از گاهی نگاه میکرد، بعد ما داشتیم رندوم تا این چیزا رو میگفتیم، بعد اینجوری بودم که الان داره با خودش فکر میکنه. حاجی من خیلی بقیه برام جدیدم مهم شدن. چی راجع من فکر میکنن، اصلا حالشون چطوره، کلا خیلی از بقیه تاثیرپذیر شدن. مثلا اون روز هانی حالش بد بود، من یه جوری حالم بد شده بود دست و پام میلرزید. اسما رو میگیم مشکلی نداره که اسم هانیه رو آخه کی باید هم میاد؟ نه خب من اونجا تو اون یکی فکر کنم پات کردم. اسم خودمو نه ولی اسم دوستامو میگم. آره من یاقوت هستم. منم فروغم. بعد فروغ فیک. بعد ولی یاقوت اصل. بعد آره یه قشنگ دست و پام میلرزید، تپش قلب گرفته بودم. کدوم روز؟ روز شنبه نیومده بودی یا روز شنبه نیومده بودی؟ بعد همین انبه داشت اذیتش میکرد و اینا. و اصلا انگار که برای من اتفاق افتاد. باور کن اگه برای خودم اتفاق میافتاد انقدر تحت فشار نبودم، دست و پام میلرزید، تپش قلب گرفته بودم، اصلا حالم خیلی بد بود. بعد مثلا یا اصلا وقتی
اینو اسمشو نمیگم، نمیدونم چی بگم. یکی از دوستای دیگه حالش بده. اولا که نمیدونم چرا هر وقت حالش بده میاد به من میگه. بعدش هر وقت حالش بده من واقعا از حال بعدش تاثیر میگیرم. یعنی اگر اون لحظه توی بهترین بهت میگم، اگه اون لحظه توی بهترین حال خودم من باشم، وقتی حالش بده مثلا میاد به هانیه پیام ده، مثلا میاد به میگه یک جوری به هم میریزم، مثلا حالم بد میشه، گریم میگیره. من چی؟ اصلا کلا تو سر قضیه همین یارو اینجوری هم که میدونی حالی چه؟ آره من مثلا تابستون انقدر واسه تو گریه میکردم خیلی تاثیر میگیرم بقیه. اصلا خوب نیست، نمیخوام اینجوری باشم، اصلا خیلی بده. یه جایی به بعد اینجوری هم که داداش تو اصلا داری اینجوری هر وقت از روز، هر وقت از سال، هر روزی از ماه باشه، تو با یه نفر صحبت کنی، یه نفر فقط حالش بد باشه، تو هر چقدر حالت خوب باشه میتونی به سرعت حالت بد شه و اصلا شادی رو فراموش میکنی دیگه، نمیتونی راحت خوشحال باشی. میدونی چی میگم؟ من کمتر اینجوری ام. انگار همیشه یه بهونه‌ای واسه ناراحت بودن داری و خیلی وحشتناکه، ولی کاش اینجوری نباشن دیگه. چی میدونم، نمیدونم چیکار کنم. احساس کنم دارم از خودم مراقبت نمی کنم در برابر حال بد. یه چیزی هم هست، پذیرفتم که تو میخواستم اسم خودم رو بگم، تو همیشه حالت بده. میدونی؟ اینو من خیلی وقت پذیرفتم. یعنی اینو اینجوری پذیرفتم و وقتایی هم که حالم خوبه اینطوری هم که آره این الان میگذره. نه میگم الان حالت خوبه ولی خب یه خیلی بهش عادت نکن. به طور کلی خوب نیست. آره 2 دقیقه دیگه حالت بد میشه، حال درونیت هم که همیشه بده. آره. خیلی بده. اصلا مثلا دروغ بگم من حالم خوبه. چی شد الان؟ خب این ولی خوب نیست که دروغ بگی حالت. در طول این به خود چرا نیست؟ خب نه. خوب نیست. میدونی؟ مثلا من ازم یکی بپرسه حالت چطوره؟ خب بد باشم میگم بدم. نه دارم میگم مثلا من حال لحظه‌ایم خوبه ولی حال درونیم بده. بعد دیگه اون حال لحظه‌ای هم در نظر نمیگیرم، میگم خب کلا من حالم بده. یا مثلا یه نفر حالمو ازم پرسه خیلی برام سخته بگم خوبم. ول کن دیگه، حالا هر اتفاقی از قبل افتاده و هر چیزی تو ذهنت هست و ول کن. حالا یه دقیقه خوب باش. چون تو لحظه نیستی، کلیشه. باید میدونی باید حواس پنجگانت رو تو اون لحظه به کار بندازی. این که دیگه اصلا اینجوری نیستم که اونجوری حس میکنی اونجایی. میدونی چقدر شروع شد. خانمای نقاش و هنرمند چقدر حال میکنم یه همچین چیزایی رو میبینم. بابا تو خودت هنرمندی. نه منظورم اینه که آدمای دیگه رو میبینم که اینطوری انا خیلی حال میکنم. نه؟ آره ولی اینجوری هم که چرا نمیشه اینجوری باشم؟ فکر نمی‌کنم مثلا اینجوری بشم. میشی. همین الانم هستی. کی میشین؟ کی به جز ما میشینه آخری کلاس ژورنال درست میکنه، نمیدونم نقاشی میکشه، مسابقه نقاشی میذاره. خیلی‌ها شاید تو کشور زیاد. آره منظورم اینه که به طور کلی میگم، یعنی منم دارم میگم جو سبک کن. یه چیز در گروه اون صحبتی که داشتم میکردم یه چیز دیگه میخواستم بگم اصلا حواسمو پرت کرد. مرسی. راجع حالت داشتی میگفتی که درون این آقای خیلی بلند حرف میزنه. داره فوش میده یه چیزی گفت. داره میگه مادرم رو از دست دادم. چرا پس میخنده؟ نمیدونم خیلی بودم برش خوشحال. اسم جواد اومد دعوت میکنم از جواد عزتی. اگر که قبول میکنید که اینجا حضور پیدا کنید لطفا ما رو اد استوری کنید تا اول 4 نفر ما رو گوش بدن. فکر کن و جواد رضویان هست. بابا چیزو میخواستم بهت بگم. کومان اسپانسر گرفته. آره کنسل شد برام. چرا؟ خوشم نیومد اصلا با کانسپت اسپانسر حال نمیکنم. اگر مثلا یکی بخواد اسپانسر ما بشه چی؟ میگم نمیخوام. خیلی ارزش هنر چی؟ چیز باشه مثلا
مگر اینکه هری باشه. نه مگر مگر اینکه در حیطه فعالیت خودم باشه. خب مثلا آقا من دارم چی مثلا بگم، آقا من دارم تریاک میفروشم یه شرکت سیگار، یه شرکت قلیون اینا بیاد اسپانسرم شه، نه که بیاد اسپانسر کومان شه. ها این به نظرم اونایی که واسه شون آشپزی میکنن حاجی اسم نیار، مگه ما اسپانسر داریم چیزی میکنیم؟ یه چیزی هست رپرها همه اسپانسر رپرها شده، اینو بعدم برمیدارم که تبلیغات نشه. ببین من خوشم نمیاد. حالا اینو اصلا اینا نمیگه، ولی کلا میخوام بگم چرسی آهنگ خونده بود اینو میذارم. یعنی چی؟ یه موزیک ویدیوه حالا تقریبا مثل ریلز تور اینطوری گیر من چرسی ام، من آدم خیلی خفنی ام و فروش what من چی بود اینا وای مال ریاضی چرا این آدم سجده میکنه؟ نگو همه چیو نگو، منم میکنم به خدا. سر کلاس درس من تو بارونم هر وقت تو بارونی کار کردم آرزوام برآورده. آزادی هر کار دلت میخواد بکنی. این تو پابلیک آخه. آره من اصلا تو مدرسه تا حالا نکردم. حالا اینا رو بگو. آهنگ مرسی خدا یا شکر. اینو می‌خواستم بهش بگم. این همه رو نه دیگه از اینجا تا حالا چی کنم؟ هیچی. همه رو بذار باشه. بعد آهنگ سورنا بذار. من اول خوشحال شدم که کومان بالاخره اسپانسر گرفت. چرا؟ چون که تو قسمت قبل خیلی ناراحت بودن که اسپانسر کسی نمیشه، ولی الان دیدم مثلا رندومه که چرسی براش خونده یکم زد. دیدی؟ آره دیدم. من الان نظرم اینه که اصلا چی کار میکنه؟ داره هنر رو چقدر به نظر بهشون پول میدن که حاضرن، چقدر به چرسی پول دادن که حاضر واسهشون آهنگ بخونه؟ عزیز من یه پیشنهادی بهش میدم که نتونه رد کنه. اصلا نچسب چرسی نچسب. یه مصاحبه ازش دیدم با پاشا مجلسی، داشت راجع به زار حرف میزد، نه ارواح آره این کوتاه دیدم کاملش. بعد خیلی خوشم اومد از صحبت کردنش و اینا، خوشم اومد. نکنم اون ویدیو رو خوشم اومد ازش. بعد چقدر داره از این نمایشگاه نقاشی استقبال میشه. بعد خیلی خوشم اومد. بعد دیگه اون روز که این ویدیو شو دیدم توی یکی از کانال‌های رپ، من اینطوری بودم که اومد چرا باید همچه حرکتی بزنه؟ خیلی چیپه. آمی اسم من چیه؟ توی آهنگ چیز بودا پاپا بویز، همین آهنگ موزه آشقادیشون همون که اون روزاش گوش میدادیم. آره اونو گفت آخرش توی متن آهنگ اسپانسر رو بگو دیگه. جدی؟ آره چه مسخره. اسپانسر رو بگو. اوکی. آره ما تبلیغ نمی‌کنم، همین الان اسما رو من روشون بوق میزنم. بوق طولانی. نه رو اسما بذار صدای دلفین بذار. صدای پیشرو رو میزنم. صدای دلفین بذار. اینو کات کن. نه اینو بوق بذار. فکر کردم نه اینو بذار دیش دیش. ندارم اینا رو برام بفرست. توی خود اپایی که ادیت می‌کنی هست. خیلی فقیره نسبت به این چیزا. یه سری وایسای آماده‌ای داره. همونا فقط دینگ و دونگه. چرا داره؟ نداره. باید بگرم. خب دانلود کن صداشو. چون بروز شده جدیدا من بروزش نکردم. دانلود کن عزیزم. بذار. خب. خواستم راجع به یه چیز آهنگ علی سورنا. من آلبوم جدیدش نصفشو گوش دادم، دوست داشتم. از اونجایی که مثل آلبوم فدایی بود. ولی خب اون آهنگش که داشت چکات میکرد، من تو چنل اصلی دیسشو دادم تو وایسا چکادو اسم چکادو تو آهنگش آورد. الان اسم بچه من پابلیک شد، من دیگه نمیتونم اسم بچه من بزنم چکاد. مجبورم از اون لیسته یه اسم چهدار دیگه انتخاب کنم. چرم
نگو دیگه، اسم رو نگو. باشه اسم رو نگو پابلیک شه. بعد یه چیز دیگه می‌خواستم بگم. و کلا کانسپت آهنگم عین آهنگ رها کی بود؟ یکی از هم آهنگایی که تو آلبوم فدایی هست. حالا اسم اون یک بچه بعد کلا هم راجع به همجنسگرایی. کدوم رها؟ یا آهنگ اسمش رها و اسم مهر و رها. آره اسم آهنگ مهر و رها. اسم آهنگ مهر و رها. بعد مثلا دو تا آدم همجنسگر هستن که با هم. بعد توی همین آهنگی که چک آدم میگفت دقیقاً همجنسگر. یعنی اینقدر دیگه کپی داری می‌کنی. بچت همین الان چیز شد. اینقدر دیگه داری دقیقاً اینقدر دیگه داری چیز می‌کنی، کپی می‌کنی. کپی بهش نمیگن. بهش میگن چی؟ اسکی؟ نه. اون که ارزش هنری حفظ میشه. تضمین؟ تخلص؟ سامپل؟ کنایه. نمیدونم بابا یادم رفت. کنایه. سامپل؟ نمیدونم. بیخیال. حالا هرچی. ولی خب خیلی تکراری بود ولی خب باحاله. آخه اون دختر خانمی که بهت گفت فرفری. آره یک بچه سال یه مدرسه تعطیل شده بود، ما در هجوم یه سری بچه سال قرار همشون تا کمرم بودن. بعد یه دختره خیلی با لحن وحشی اینجوری بود که فرفری یه تنه محکمی هم به پایین تنم زد چون خیلی کوچیک بود. خیلی بامزه بود. احساس کنم دارم با سیلشون حرکت میکنم. کیوت بود ولی بامزه بود. آره بعد اومدیم بیرون، بعد دیگه مسیر دیگه تعطیل شد. اونا بزرگتر بودن انگار همون بچهای کوچیک بزرگ شده بودن. گذر زمان توی 5 دقیقه توی مغازه پیر شدم. انقدر آقا لفتش میداد. بده آدم بده. آدم توپ فرنگی میخواد. موام کوتاه کردم همه بهم میگن شاید فرنگی. من پایین موامو قیچی کردم یکم کوتاه شد. من بهت گفتم موت چه کلمه حاجی خشخش نیفته جلوی موم که بلنده الان خیلی کوتاه شد. من فکر کردم کم ببین اون یکی پادکست 0 کلن صدا نایلونی که دست تو بود میومد. خب اون بعد تو به قسمت دومش اولش آره بعد از خرید چی خریدی؟ باقاله. نه باقاله نخریدی، کادوهای هانیه رو گرفتی. نه اونا بود باقالم اضافه شد. باقاله چی میگن بهش؟ اسم میگم دارم اشتباه میگمش. چیو؟ برای همین هر وقت میریم بخریم جوریم که از اینا بده. نمیخوام بگم. نه همون باقاله است بود. چون از این میگم باقله. یعنی که اذیت میشه. اون بعضیا نوبن باقله میشه دوگیم باش. دوگیم باش. نه اسم پادکست مثل دوگیم باش. نمیخواد دوگیم. خیلی داریم از کومان حرف میزنیم. اصلا اسمشون نیومد. الان اسمشون آوردی. فقط 2 بار 3 بار گفتی کومان. نه گفته بودم. کومانو گفته بودم. آره گفته بود ولی کوروشیمانو نگفته. چون یه استوری گذاشتم روز بعد بکن این پشتش بیاد. آره ما مثلا اینقدر معروفیم که همه ببینن و شهر شه. ببین خودمونم مطمئنم تو زاویه بیافتیم. نه مطمئنم دوستای خودم اینو کامل گوش نمیدن. من خودم کامل 3 بار گوش میدم. دقیقاً موقع ادیت ببین نه من با همون اکانته که میذاریمش گوش میدم، بعد با اکانت خودم گوش میدم، تو هم با اکانت خودت یه دو گوش بده. من 3-4 تا اکانت دارم. من همش ساب میکنم با همش. خانیه رو مجبور میکنم گوش بده. که آقای خوش صدایی. امیدوارم صداش بیفته. چیز دارم چیز بیا بخونیم. اصلا خوش بدم که یادم اومد. بیا موزیک. الان چی بخونیم؟ سنم اینو که کات کن. چرا؟ نه اینو کات نکن. بابا اینقدر خود سانسوری پس چی بگم؟ نه میگم پس چی بخونیم؟ خیلی تمیز ولی کات میکنی دیگه سعیم میکنم دیگه. اتفاقا من اسم میگم خیلی چیز کات میکنم بعد نه خیلی تمیزه. اصلا خودم متوجه نمیشم چون چیز میکنم که این صدا
تونشون با هم یکی بشه، مثلا پشت زمینش خیابونه. اون خوده خیابونا میذارم خیابون که انگار به هم وصل. چطور خفنی میکنه داداش بابا، دمت هم گرم. نشود فاش کسی آنچه میانه من توست. فید دیگه نیست. واکنش سایه کیه؟ میشه این داشت؟ آره خودم مطمئن خیلی بده ببخشید ولی مطمئن نبودم که آره حس کردم دارم اشتباه میکنم. نه درسته ولی خب من فکرم اون خانمیه که آهنگ ازش گوش میدادی کی بود؟ نمیدونم اسمش نمیدونم ولی صدای خوبی داشت. خیلی بچه بود بابا. کلاس 6 پنجم میشه. آقا داره میخونه ساکت باش. قطع کرد. داشت دکلمه میکرد. آقا ببین یه روز نکنه ما مثل میشیم. یه کار دیگه بکنیم. وای نمازی خندیدم. بشم کارگر ساختمون. من سرمون میاد. بعد وسطش موزیک بخونم. ولی بد نیست. خب کار دیگه. نه خب دوست دارم. ولی اینکه مثلا مشغول اون چیزی که دوست داری نباشی بده. آره خیلی بد. بهزاد دوست دارم. بهزاد لیتو. آقا این چقدر جدیدن دارن به نابینایان این بود همیشه توجه این میکنن. همیشه بود. آره این همیشه بود. ایول بایدنت عشق بخونش مگه نور من چشاتو کور نکرد. روش نوشته بایودنت. سلام به همه ناشنوایانی که دارن گوش میدن. آره سلام به همه ناشنوایانی که دارن اینو گوش میدن و نابینایانی که دارن اینو میبینن. کاور رو میبینن. کاور من کشیدم. حاجی شروع ناقص دیگه نمیتونی چیز کنی. یه دونه دیگه میکشم. چون کاور اون یکیه. میکشم. اونو برم ادیت کنم اپیزود 0ش. میکشم عزیزم. فقط نمیدونم چی بکشم. من نوشتم قدرت شروع ناقص. دوست دارم قدرت رو بردارم. سیالم تو هم حال نمی‌کنی با قدرت. نه من اصلا با کلمه قدرت میدونستم. منتظر بودم بگی ولی نگفتی. اصلا نپرسیدی. ندیدم اصلا چی نوشتی. نیاز نبود بپرسی فقط من میدیدم. اینا رو پاک کن. اینا رو کلا پاک کن. باش. ولی همینو میذارم که اینا رو کلا پاک. آره بذار بقیه چیز بمون توی میشن که یعنی چی گفتن که پاکش کردن. ما خودمونم یادم نمیاد 100% میشه یادم نمیاد چی گفتم که یادم نمیاد. میگم که اونایی که کات کرده بسن نمیفهمیدم کات کرده. یا با اینجا چی گفت؟ ولی گفتم خیلی کوتاه نبود. تموم شد گفتم چرا انقدر کمه؟ چون 1 ساعت ریکورد بود. نبود 1 ساعت نشد. 23 دقیقه اینا یکیش بود. یکیش 17 دقیقه. نه خودش شد 17 دقیقه. خب دیگه مثلا حدود میشه 40 دقیقه. موزیک بگو. الان بخونیم؟ آره بابا نه. این موزیک ملایم بخونیم. صدام بده. الان دلم میخواد بخونم. با تو بخونم. بیا بریم بخونم. اینو اینجا بندازی بده؟ آره معلومه که بده. بندازی کف دست من بهتره. سطل زباله. نه جدی میگم. واسه بذار یه چیزی دارم. نه قربونت برم. چی بود؟ در بود یا بود ساز؟ کسی که ساز بلد نیست بزن. باش خودم میزنم نمیخواد اینجوری شد. اصلا دوباره اینجوری کنم. نه آقا ببین من هر وقت میخوام یه چیزی بخونم اول آهنگ که میاد تو ذهنم چیه؟ نه مرا ببوسه. ولی این خوبه. وسطش اینو یکم بخونیم نه؟ الان اصلا بخون تو صدات خوبه. من صدام اولش میشه چی؟ نگو صدام بده هیچ وقتی که بهم نگو. صدام خوبه کنایه. نه بعد از اون دیگر نمیاد.
نمیخواد اصلا نخونم. اگه قراره ازم غلط بگیری اصلا خفه میشم، هیچی نمیگم که فلان. اصلا من میخوام متن آهنگ عوض کنم. باشه کی تعیین کرده آهنگ بخون چیه؟ داشت بخون آروم باش. عصبی نه عصبی نشدم، واقعا اسم یه فرد داره شوت میزنه. شوت نه سوت. یه بار یکی از عموام که خیلی دوستش دارم، عمو مورد علاقم، بعد بهم گفت که من با پای چپم گفت من دست چپم ولی با پای راستم سوت میزنم. گفتم جدا؟ و گفت البته میدونی که سوتو با دهن میزنم. اینقدر من با اون حال کردم، عاشقشم. خب بخون از به من بگو بی وفا حالا یاره که هستی، خزان عمرم رسید، نوبهاره که هستی، میخوام برم دور دورا، دلم طاقت نداره. دست غم تو داره، روزامو میشماره. گریم یاد یکی افتادم. قبلا من خیلی کم مثلا پیش میومد آهنگ بخونم، بعد وقتی میخوندم گریه میکردید شما. همین که هست، همین الان نمیبینی چه شکلی شدن. چرا؟ نمیدونم، چون به متن زیادی توجه میکنم. صدا انقدر خوبه که میرم تو عمق متن و اونجا میمیرم. من الان مردم با خاطرات دفن میشم. خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم. منم چیزی که تو آینه میبینم دوست دارم. واقعا خیلی دوست دارم. من میدونی چیو خیلی بیشتر دوست دارم؟ واقعا یکی از آدمای مورد علاقه چیزی که تو هر روز تو دوربین سلفی گوشی میبینی خیلی دوست دارم. دماغمو میبینم. مهم نیست. بخشی از تو باشه، کوفت باشه. الان یه نفر داره اوق میزنه اینا رو میشنوه اینجوری که صدام خیلی عوض شده. چرا؟ کلا از 2 سال پیش تا حالا. 2 سال پیش تا حالا؟ آره. به سبک خوب عوض شده یا پخته شده؟ من چطور؟ نمیدونم، دقت نکردم. من خودم احساس میکنم قبلا ملیح‌تر شده. جیغ‌تر نبود یکم؟ آره میگم الان یکم گوشنوازتره. آره. اون موقع یکم جیغ جیغ بودم. برای من که همیشه گوشنواز بود ولی یکمی الان دیگه جیغ نیست. ذوق کودکی مرد. باورم نمیشه من 17 سالمه، خیلی بچم. باورم نمیشه 18 سالمه، خیلی بزرگم. نمیخوام انقدر بزرگ، دوست دارم که بچه باشم ولی نباشم. میشه واسه صدای راه رفتن آدما بیاد. منو تو دقیقا اینجا ننداز. دارم فکرم چی بخونم، چون که یه آهنگ هست من خیلی کم گوشش میدم. بلدم؟ خیلی کم گوشش میدم چون هر وقت گوشش میدم گریم میگیره. بلدم؟ نمیدونم. تو آنگل مریم سپیدی، بی تو دلم شوری و میدی، دیگر به دنیا ندارد. البته نمیدونم به دنیا یا به فردا، و من مریم و اسم یه آدم دیگر رو میذاشتم به توش. اسمشو نبر. نه دارم فکر کنم کدومش بیشتر میاد. کدومش؟ نه این که شوخیه ولی خیلی آهنگ قشنگیه. بعد اینجوریه که چرا امروز فقط یاد یکی میافتم؟ منم انشالله هر جا هستی. نه اصلا اینا رو نگو. اینا رو شب موقع خواب میگم.
دیگر دلم شد خیلی غمگین نشده این اپیزود 1. اشکالی نداره. اشکی که ریزد ز دیده من، آهی که خیزد ز سینه من، رنگ تمنا ندارد. بعد دیگه هر وقت یه جایی میخوره به یه جایی میگم آخ، حتی اگه درد نگیره. اوچ. آره اینم میگم. اینو من خیلی میگفتم. توفیق شدم. خب دیگه چی؟ جونم به بحث جهت بده. آبزی. عبدی. آره یه جهت بده بعد دیگه تموم شه بره. راست. اوریب. خدا نگهدار تا اپیزود چی؟ خیلی ممنون چنگوش. واجی نشده هنوز خیلی. این کات میکنه میشه مثلا 25 دقیقه. خب باش. واقعا خیلی کم میشه. هر مثلا خیلی رو گفتی اینجا رو نذار، اینجا رو نذار. بعضیشو بذار. فقط اونایی که اسما رو گفتیم و بعد اون باشه. جفتن کسی گوش میده. بذار آره بذار بذار اوکی باشه. بعد کلا هم اپیزود بعدی قراره بیاد و بهش اجازه نمیدیم یه اسم دیگه بذاره. همینی که هست. همینی که هست. تو دیگه الان فیمسی. تو رو دیگه همه میشناسن. کل ایران. ولی من هنوز نتونستم بشناسم. چه چیز مسخره گفتی؟ اگه درخت بودی دلت می‌خواست چی باشی؟ من دلم می‌خواست بید مجنون باشم. چی بهم میاد؟ چی بهت میاد؟ مثلا این چیه که چیزه موهاش ریخته؟ بید مجنون. همون به تو خیلی میاد. آره. چه اون تو ذهنم بود بعد بید مجنون گفتید داشتم فکر می‌کردم همونه یا نه. به تو که درخت میوه ده. نارنگی درخت هلو. درخت هلو، درخت نارنگی، درخت سیب. نه سیب اصلا دوست ندارم. با سیب هیچ ارتباطی ندارم. من سیب دوست ندارم ولی درختشو دوست دارم. من پرتقالم دوست نداشتم بچگی، الان دوست دارم. اسم پرتقال درخت چیز اسمش چیه؟ گلابی. یاد خیلی درخت گیلاسی تو. نه شکوفای گیلاس دیدی؟ کلا درخت گیلاس دیدی؟ اینو کاش نگفته بودی ولی اینقدر قشنگه هست؟ آره. نه من خیلی خوشگله. فکر نکنم اونقدر خوشگله. تو پس چی دوست داری؟ آها خرمالو میخوای؟ آره خرمالو خیلی بهت. خب ولی نمیخوام درختش باشه. درختش خیلی قشنگه. برگاشو ندیدی؟ نه برگاش خیلی خوشگله. چرا دیدم ولی یادم نیست. خیلی قشنگ. یه دونه تو حیاط بزن عکسشو داشتی تشبیه این کردی که درخت الان به عکسشو نشون میدم بعد که خرمالو برگش شبیه چه درخت. الان بهت نشون میدم. بعد خونه با بزرگمنا یه دونه هست. انقدر خوشگله. من اصلا خرمالو دوست ندارم میوه‌شو. آره وقتی موامو باز خیلی خوشگله. بگذار این بچه کیه؟ این نگاه کن. بچگی آریه. واسه نگاه. آجی چشات خیلی خوشگله. اصلا خودش هم خیلی خوشگله. چشات خوشگله. خودت هم خیلی خوشگله. میگم این لینکش رو تو چنلت نمیذاری؟ نه تو چنلم خیلی آدمای فرهیخته. یه سری آدمای فرهیخته. میخوام از فرهیخته یه کلمه یه چیز بسازم که بشه غیر فرهیخته ولی هیچ چیزی نداره که ازش بکشم بیرون جایگزین کنم. نه خیلی آدمای شاید هم گذاشته اصلا یعنی چی؟ من همینم یعنی چی؟ اصلا چرا باید این حرف رو میزدم؟ خب برسم به پاییز. عکسای پاییز هم هست البته. احساس کنم تو کانالم گذاشته بودم ولی خب خود درخته نیست فقط میوه‌ش. یه بپیچ به چپ تا بری به راست بگو. پیرمرد اسقاطی خل. خب چیش مخش تاب داره؟ نمیدونم. وایسا پیرمرد اسقاطی خل مخش تاب داره. بپیچ به راست و بری به چپ.
مرسی از مجید حبیبی عزیز که داره اینو گوش میده. مجید حبیبی چیزایی که راجعش بهم گفتی اینجوریه که ولی خب اصلا تو چیزایی که میذاره رو گوش بدی با توییترش خیلی بکنم الان نیست بکنم بس اکانت شده امیدوارم ببنده وا اینقدر آدم مفسدیه نگو باجی اصلا برام مهم نیست نمیدونم چرا هیتش یه مدت هیترش شدم جدی؟ آره چرا با نه خودش گفتی؟ نه ولی الان تگت میکنم امیدوارم که اینو فکر کن گوش بده تاش چرا من پایین این ویدیو تک شدم دقیقا فکر کن آره خب تو اینستا هم تگت میکنم موقعی که اد استوریش کنم آره بابا چون فقط هانی هست یه سری فالوور دارم که نمیدونم کیان آدمایی که به خاطر پروفایل دنبالت میکنن وای وقتی اون پروفایل دریایی رو گذاشتم ریکوست بود که میومد اینطوری بودم که من خارج شم هنوز ضبط میکنم آره بابا ضبط میکنم میشه الان گوشتو چک نکنی؟ نه میخوام ببینم استوریمو یه چک کنم وایسا اوکی خب من میتونم ادامه صحبتمو بلد دیگه چیا میخواستم بگم دیگه این دو تا اینستا دارم این یکی فقط مال کارم کار باورم بیا. نمیشه سین نزده دسکتاپ اینجاست این همین کاور دزدی آره کاور دزدی خب جمعش کنیم بریم دیگه باز کوتاه میشه باز به 40 دقیقه اشکالی نداره اصلا نیم ساعت من میخوام بیشتر بشه خب هنوز درخت نارنگی رو ادیت نکردم قرار بود تولد هانیه بذارم آره راست میگی و خودشو یادش نبود که بهم بگه چرا نذاشتی بهتر اون بدبخت انقدر اون روز حالش بد بود هنوز راه تو دوره دل من چه سبو وای باز یاده اصلا ابیو دوست ندارم من صداشو دوست دارم من اصلا ابیو دوست ندارم خیلی آدم خیلی همه دوستش دارم من بدم میاد آدمایی که همه دوستش دارم اسم زنش چی؟ محشید خب الان جمعش کن تا راه میریم تمامش کنیم ببین من خیلی حرف زدم بعد از اینکه اینو چیز کردیم فقط میخوام سکوت کنم باش فقط تو حرف بزن چیزش نکردیم آره میدونم خب باش چیزش کنیم خب چیز پیدا کنم خانه ادبیات چقدر مردم سن بالا توشن نشیمنگاه هم درد گرفت اینو کات میکنی دیگه نه دیگه گفتم نشیمنگاه که کاتش نکنم باشه یخ کردم خیلی سرد بود چرا از سنگ ساختنش گوشیمو خاموش کردم مثل قلب بعضیاست مگه تئاتر الان نمیدونم آره تئاتر اینقدر شلوغه نکنه تئاتر آمبولانس چی میگه یکی از بچهای تئاتری قش کرده با چی خبره نمیدونم بریم تو نه بذار همین الان خودم بزنم به مردم نمیخوام چیز کنم این موهای این آقا رو ببین چقدر فره من دیگه واقعا نمیتونم دیگه حرف بزنم دیگه خیلی حرف زدم امروز بس خب یکی من حرف بزنم تمام شد بابا بی خیال ول کن 40 دقیقه میخوام یه چیزی بگم خیلی سکوت کردم خودم گوش نمیدم 40 دقیقه همش ساکت بودم من دارم سیاه نه دیگه حالا اینجوری هم نگو ولی میگم همش تو سکوت بودم سوپرمارکت هایپرمارکت کسرا وای نه اینو بر نداری ها نه میخوام تگش کنم رندوم بهش جدی مجید حبیبی رو یه بار به قالیچه داشتم با خودم حرف میزدم تو حرفام بهش گفتم مجید بعد فهمیدم که انقدر مجید حبیبی رو یه مدت دوست داشتم که تو ذهنم اسمش اتفاقی گفتی؟ آره انقدر مجید حبیبی رو یه مدت دوست داشتم و دقیقاً داشت همون جوری ایگنورم میکرد انگار ترومایی که با مجید حبیبی داشتم زنده شد و اینجوری بودم که مجید فلان من مطمئنم بیشتر از چیزی که فکر میکنیم باید بخوره ستاره ها میخواستم اینو بپرسم اصلا گفتم مجید حبیبی جدی تگش کنم آره باش
یه کامنت تو یوتیوب براش گذاشتم ندید. فکر کن دنیا انقدر بزرگه، ستاره رو نگاه کن و تو مجید طبیبی رو تگ نکن. چقدر بی‌ربط بود وقتی دنبال بهونه سامان گلجیس بهونه. آره مرسی از مجید طبیبی عزیز که خیلی خاطره دارم جدی باش. این شخصیت هم ساخته شده انگار با کارهای دوبلاژش که از بچگی گوش میدادم و اینا. ببینم تو انزوام تینک فکر میکنم وای غیب شدی.